سوال دیگر این است که آیا در وقت سجده دعا کردن جایز است یا نیست؟ البته در وقت سجده دعا کردن جایز است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در وقت سجده دعا میکردند و بهترین حد و بهترین منهج این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. وقتی که به ما سوال می شود ما نظر به قول فلان و فلان نمیکنیم، ما نظر به فعل و گفته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می نماییم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که سجده میکردند دعا میکردند و این سنت فعلی رسول الله است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سنت قولی به من و شما خبر دادند که اقرب ما یکون العبد الى ربه و هو ساجد فاکثر فیها الدعاء. بنده نزدیکترین حالتش به الله و ربش این در حالت سجده هست. پس میگن در حالت سجده دعا را زیاد بکنید. این حدیث صحیح است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودشون دعاهای گوناگون کردند. در نماز فرضی، سنتی و نماز نفلی و تهجدی دعا را گوناگون میکردند و عادتا دعاشون در سجده این بود که ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا عن طاعتك و غیر این دعاها. بارک الله فیکم. پس در دعا سجده بکن، در سجده دعا بکنید. بارک الله فیکم. در حق خود، در حق حتی امت اسلام، در حق موحدین. بارک الله فیکم.